سلام عزیزای دلم، امیدوارم در هر گوشه این که کره خاکی که هستید شب و روز خوبی رو داشته باشید. امروز هم در خدمتتون هستم با آموزش یک کیک بسیار خوشمزه، کیک کرامبل آلبالو. کیک فصل تابستون هست، بسیار خوشمزه است. از آلبالوهای فریز شده هم میتونین اگر در زمانی که فصلش نیست میتونین استفاده کنین و این کیک خوشمزه رو درست کنین. این مواد دو مرحله داره، یه مرحله تاپینگ داره، یه مرحله مواد خود کیک. من اینجا چیدم توی این کاسه کره یخچالیمون رو که کاملا سرد یخچالی باید باشه داخل این ظرفمون رنده کردم. میزان کره داخل دیسکریپشن تمام مواد لازم نوشته شده و کاملا دقیق اندازه گیری شده و اینجا و مواد لازم داخل دیسکریپشن نوشته میشه براتون. توی این مرحله کرمون رو که داخل ظرفمون ریختیم به همراه آردمون و هلمون که گوشه این ظرف ریختم داخلش میریزم به همراه شکرمون. این مواد رو کاملا با هم دیگه قاطی میکنیم، یه حالت خورده نون در میاد و این حالت که شد این رو داخل یخچال قرار میدیم تا زمانی که مواد کیکمون رو درست کردیم و این مواد تاپینگ رو برای روی کارمون میخوایم استفاده کنیم. اینو میذاریم داخل یخچال تا میخوایم موادمون رو آماده کنیم این مواد شل نشه و دفرمه نشه، بتونیم به همین حالت خورده نون در بیاد و به همین شکل خورده نون روی تاپینگمون استفاده کنیم. من اینو میذارم داخل یخچال و برای ادامه کار در خدمتتون هستم. با لایک و کامنت و سابسکرایب خوشحال میشم که ما رو حمایت کنید. عزیزای دلم، برای درست کردن کیک کرامبل آلبالومون تخم مرغ دستورمون رو من مواد لازم داخل دیسکریپشن نوشتم براتون به همراه وانیلمون که داخل اینجا هستش. این مواد رو بعد داخل کاسه همزن بریزیم و شروع کنیم به هم زدن. ولی برای اینکه کیفیت کارمون بهتر در بیاد بهتره که اول کرمون رو همراه شکر دستورمون با همزن بزنیم و بعد تخم مرغ رو بهش اضافه کنیم. اینجوری کیفیت کیکمون خیلی بهتر و بیشتر میشه. پس به این شکل در اومد روغنمون رو یا کرمون رو داخل ظرفمون میریزیم و شروع میکنیم به هم زدن. این رو کاملا هم میزنیم به همراه شکر دستورمون. به همراه شکر دستورمون اضافه میکنیم، کاملا هم میزنیم. یک دست که شد، بعد مرحله بعد برای اضافه کردن تخم مرغ من در خدمتتون هستم. اینو من با همزن میزنم تا یک دست بشه. عزیزان، دورگیری فراموشتون نشه تو هر مرحله. من یه بار انجام دادم، یه بار دیگه هم انجام میدم. موقعی هم که تخم مرغ هم اضافه میکنیم بازم باید این دورگیری 1 تا 2 مرتبه حداقل انجام بشه که این مواد کاملا قاطی بشه و این پرشایی که به دور ظرف میکنه کاملا یک دست با موادتون قاطی بشه. تخم مرغمون یکی یکی اضافه میکنیم به همراه وانیل. من اینجا تخم مرغ رو ریختم، یکی یکی اضافه میکنم، 30 ثانیه هم میزنم. دورگیری فراموش نشه به هیچ عنوان. خب موادم به این شکل در اومد، در این حد که رسید خب دیگه همزن رو سریع همزن رو جدا میکنیم، کامل میذاریم کنار و نوبت
اضافه کردن مواد آرده. خب مواد آردمون رو من اینجا به همراه بیکینگ پودرم اینجا طبق معمول قاطی کردم، 2 مرتبه علک کردم، 1 مرتبه هم اینجا میشه 3 مرتبه. آرد و شیر رو به تناوب اضافه میکنیم، نصفی از آرد و نصفی از شیر دستورمون رو کاملا 1 دستش میکنیم. خب آردمون رو مابقیش رو اضافه میکنیم و مابقی شیرمون به تناوب اضافه میشه تا کارمون تموم بشه. خب من مرحله قالب‌گیری رو اینا رو انجام بدم. مرحله قالب‌گیری رو نشونتون میدم که چجوری به چه شکلی داخل قالب باید بریزین عزیزم. خب موادمون آماده است برای قالب ریختن. خب عزیزان این قالب رو من ببینین کاملا کف و دیواراش رو کاغذ روغنی انداختم، با یکم روغن جامد چرب میکنین کف و دیوارا رو که کاغذ راحت تر بهش بچسبه. خواستینم میتونین کاملا با روغن جامد کف و دیوارا رو چرب بکنین، یک کوچولو هم آرد پاشی کنین و آرد اضافهش رو ازش بگیرید و بعد مواد کیک رو داخلش بریزین برای اینکه دیگه مطمئن باشین که اصلا نمیچسبه. ولی من الان اینجا کاغذ روغنی براتون انداختم. تو این مرحله مواد کیکمون رو که درست کردیم، مواد کیکمون رو داخل این ظرفمون میریزیم. کاملا میریزیم داخلش که 1 دست ریخته بشه. خب به این شکل در اومد. روی کار رو کاملا صافش میکنیم، حالا با پالت یا با این لیستک، من با لیستک دارم انجام میدم براتون. کاملا روش رو صاف میکنیم. کاملا صاف که شد مواد رو از لیستک میگیریم که چیزی مواد اون حروم نشه. به این شکل موادمون در اومد. آلبالوهامون رو من از آلبالویی که داخل فریزر داشتم استفاده کردم. آلبالوی تازه که الان داشته باشم نداشتم، تموم کرده بودم. اینی که داخل فریزر اینم تازه است گذاشتم فریزر. ولی شما اگر آلبالوی تازه داشتین، آلبالوی تازه نداشتین، آلبالوی فریزری هم میتونین استفاده بکن. اینو به این شکل روی کیکتون میریزین. به این شکل تمام جای کیکتون میریزین. به این شکل آباش رو سعی میکنین نریزین. من آباش رو صافی داخل صافی ریختم، ولی دوباره اینجا هم یه مقدار آبی که داره رو ازش جدا میکنم و به هیچ عنوان نمیریزم، چون نباید آب داشته باشه. آلبالو بدون هسته هستش.
خب به این شکل در اومد. بعد اون مواد تاپینگی که داشتیم درست کرده بودیم حالت خورده نون بود، اون رو روی کیکمون میریزیم، همه جای کیکمون کاملا میریزیم. کاملا اینا رو خالی میکنیم روی کار، روش رو صاف میکنیم، کاملا روش رو میپوشونه، روی این آلوالو تا حد زیادی پوشونده میشه. در این مرحله بادام پرکی که داشتیم نیاز به بو دادن نداره، چون داخل فر که میره خودش بو داده میشه. اگر از خلال بادام هم دوست داشتین میتونید از خلال بادام استفاده بکنید. من اینجا دوست داشتم از پرک بادام ریختم، شما از خلال بادام هم میتونید استفاده کنید، هیچ فرقی نمیکنه. به این شکل در اومد. داخل فر 180 درجه حدودا 1 ساعت زمان بهش میدیم تا این کیکمون داخلش پخته بشه و بعد درش میاریم و تزییناتی که اگر دوست داشته باشیم دوباره با آلوالو میتونیم تزیین کنیم، ولی نیاز به تزیین نداره چون خودش همجوری زیبا و شکیل هستش. با لایک و کامنت و سابسکرایب خوشحال میشیم که ما رو حمایت کنیم. ممنون از لطف و توجهتون.